أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 27 از آموزش الکفر بالطاغوت است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما باقی مانده از مسائلی که تعلق به موضوع الکفر بالطاغوت است صحبت خواهیم کرد و به شما بیان خواهیم نمود. موضوع امروزه ما و مسئله‌ای که امروز بیان می نماییم این رکنهای کفر بر طاغوت. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، ما در مسئله ایمان در حلقه های گذشته به نهایت دیگر حلقه هایی که در مسئله ایمان صحبت نمودیم و شما می توانید در این گروه به اون دسترسی پیدا بنمایید. بیان نمودیم که ایمان این چیست؟ قول است و عمل است و اعتقاد است. اهل سنت و الجماعت میگن ایمان از کجا پیدا می شود؟ از قول، از عمل، از اعتقاد. یعنی با قول، با عمل و با اعتقاد ایمان را به وجود می آوریم. پس بدانید که کفر هم همین طور است. کفر به نوعی مشروع یا که ممنوع، کفری که جایز است و کفری که جایز نیست. البته کفری که واجب است ما کفر به طاغوت در نظر داریم، حالا بیان میکنیم. کفر هم مثل ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است. یعنی کفر هم از زبان شدنش ممکن است، از عمل شدنش ممکن است، از عمل جسمی جوارح و از اعتقاد قلبی شدنش ممکن است. ایمان از کجا پیدا شود؟ کفر هم از همونجا پیدا می شود. ایمانی که مشروع است و واجب است و به هر یک من و شما فرض است و به هر یک انسان فرض است، فرض عین، این ایمان آوردن به الله، به قدر الله سبحانه و تعالی و به ملائکه های الله، به رسولان الله، به کتاب الله و به روز آخرت. و کفری که ممنوع است و حرام است، کفر به الله، به رسولش، به آن چیزهایی که الله امر کرده است، یا که عموما کفری که در شریعت این کفر را الله سبحانه و تعالی حرام کرده باشد. ایمانی که انکن ببینید ایمان واجب بود، حالا ببینید ایمان ممنوع، ایمان آوردن حرام، ایمانی که این ایمان به شرک میبرد، این ایمان به طاغوت است. ایمان آوردن به طاغوت یعنی تصدیق کردن طاغوت، اقرار کردن طاغوت، یا با زبان یا با دل یا با عمل. هر کسی که به طاغوت ایمان می آورد، یعنی چگونه؟ یا با زبانش یا با دلش، یعنی با اعتقادش یا با عملش همون طاغوت را اقرار و تصدیق می نماید. این ایمان ایمانی ممنوع است، ایمان حرام است و این ایمان ضد ایمان آوردن به الله است. هر کسی که ایمان به طاغوت آورد پس ایمان به اللهش نابود می شود. پس برای همین می گوییم که هر کسی که ایمان به الله و به رسولش و به دینش عموم آورده است باید ایمان به طاغوت نآورد و ترک نماید طاغوت را. بعد از این بیان کردیم که کفر حرام و ممنوع است، کفر کردن، کفر آوردن به الله یا کفر به الله و رسولش و به دینش. اما کفری که جایز است، مشروع است و کفری که واجب است و فرض عین به هر یکی من و شما است، این کفر بر طاغوت است. ما باید به طاغوت کفر ورزیم، یعنی طاغوت را ترک نماییم، رد کنیم،
و عموما چیزهایی که در مسئله کفر بر طاغوت بود باید کفر بر طاغوت ورزیم. بارک الله فیکم. چرا این مسئله رو بیان می نماییم؟ برای اینکه بعضی ها بین این مسائل جدا کرده نمی توانند. پس ببینید، ایمان آوردن به الله و به دینش، ایمان آوردن به الله و رسول و دینش، این واجب است و کفر ورزیدن به الله و رسولش و دینش این البته حرام است و عاقبتش جهنم است. اما ایمان آوردن به طاغوت این حرام است، این ایمان ممنوع و حرام است و کفر ورزیدن به طاغوت این واجب است. از اینجا فهمیده می شود که ایمانی فرضی هست، آوردنش فرض است، و ایمانی که نه آوردنش فرض است. ایمان ممنوع، ایمان مشروع، ایمان ممنوع، کفر ممنوع و کفر مشروع. کفر مشروع کفر بر طاغوت است. پس بعد از این که ما این چیز رو به شما بیان نمودیم که ایمان قول است و عمل است، اعتقاد است، پس کفر هم به تمام نمودش قول است و عمل است و اعتقاد است. بعد از این که این به شما معلوم شد، پس میفهمید که کفر بر طاغوت، اجتناب نمودن از طاغوت، اعتزال طاغوت هم البته مثل ایمان، چخیلی که ایمان به وجود می آید باید همچنین به وجود آید. کفر بر طاغوت چگونه به وجود می آید؟ با قول، با سخن، با زبان، با اعتقاد یعنی با قلب و با عمل. مسئله کفر بر طاغوت فقط مسئله اعتقادی نیست یا فقط مسئله زبانی نیست، بلکه هم با زبان، با قول و هم با اعتقاد و هم با عمل. چگونه که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، کفر بر طاغوت هم قول است و عمل است و اعتقاد است. اولا کفر بر طاغوتی که متعلق به قول زبان است، به سخن زبان است. به مانندی، یعنی اگر شما سوال کنید که کفر بر طاغوت با زبان کفر ورزیدن بر طاغوت چگونه است، عملهای زبانی که کفر بر طاغوت را به جا می آورد متعلق به زبان است. این چنین است: تصریح کردن، آشکار و واضح بیان کردن کفر طاغوت. یعنی به زبانتون بیان میکنید، به مردم میفهمونید که انمین طاغوت است و انمین طاغوت کفر است و طاغوت کفر است و این سخنهای الله و رسول است. انمین کفر ورزیدن به زبان است. به زبان حقیقت طاغوت را، کفر بودن طاغوت را بیان کردن، این کفر ورزیدن به طاغوت است. بازداشتن مردم از طاغوت، دشنام دادن، حقارت کردن و دشنام دادن طاغوت، خیلی که ما بیان کردیم سخن شیخ سلیمان ابن حمدان، یکی از علمای بزرگ نجد را که شتم، سب، حقارت کردن و دشنام دادن طاغوت با زبان، تکفیر کردن طاغوت یعنی کافر گفتن طاغوت، تکفیر یعنی کافر خواندن طاغوت با زبان، بیان کردن و آشکار کردن و واضح کردن کفر طاغوت و تلبیساتش و این چنین دعوت کردن مردم به کفر ورزیدن به طاغوت و این چنین دعوت کردن مردم به نفرت طاغوت و تعلیم دادن مردم در مسئله کفر بر طاغوت. انمین همه این سخنهایی که عملهایی که بیان کردیم عملهای زبانی بود و انمین کفر بر طاغوت است. یعنی کفر بر طاغوتی که با زبان هست انمین چیزهایی که ذکر کردیم: تحذیر کردن، دشنام دادن، حقارت کردن، تکفیر کردن، کفرش رو آشکار کردن، مردم رو خبردار کردن، همه این کفر ورزیدن به طاغوت است، اما به واسطه زبان. این عمل زبان است، سخن زبانه که عمل است و کفر بر طاغوت رو به جا می‌آورد. برای همین الله سبحانه و تعالی در سوره کافرون در اولین آیتش میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. دوم آیتش بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای کافرها، ببینید طاغوت پرستان را
الله محمد صلی الله علیه و سلم رو ببینید. به عباره دیگر میگیم الله محمد صلی الله علیه و سلم رو امر میکند که طاغوت پرستان را ندا کند به اسم کافر. یعنی ای کسانی که طاغوت پرست هستید شما کافر هستید. ای کافرها، لا اعبد ما تعبدون، عبادت نمی کنم، نمی پرستم هر آنچیه که شما می پرستید. مشرکان لات، قریشی ها لات می پرستند. نزدیک به مینا بود، نزدیک در منطقه مینا بود. عزی را قومی طائف می پرستیدند و منات را که هر سه این یک بت است، یک هیکل است، بت صنم، اهل مدینه می پرستیدند نزدیک در مدینه. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همه اینها براءت اعلام میکرد. پس بدونید که اولا سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون، این منسوخ نیست. هر کسی که منسوخ میگه البته خطا کرده است، جهالت کرده است در این مسئله. خیلی که شیخ الاسلام تیمیه، ابن القیم الجوزی و علماء اهل سنت و الجماعت میگن بلکه این سوره منسوخ نشده، عمل کردنش تا روز قیامت به این البته واجب است و این عینی براءت است. سوره کافرون بهترین نمودی براءت و عینی براءت و حقیقتی براءت رو به ما می‌آموزد. پس در اینجا ما به شما بیان نمودیم که کفر ورزیدن بر طاغوت به زبان چگونه است و با کدام نمودها است. دوما کفر ورزیدن به قلب، یعنی به اعتقاد. وقتی که ما اعتقاد میگیم، اعتقاد این عملهای قلبی، اینا اعتقاد میگن. بارک الله فیکم. یعنی کفر ورزیدن به اعتقاد، عملهایی که متعلق به قلب است. یعنی کفر بر طاغوتی که متعلق به قلب است، متعلق به اعتقاد است. بمانندی بغض و بدبینی طاغوت، بغض کردن نسبت طاغوت، بدبینی طاغوت، تمنا و آرزو کردن نابود شوی طاغوت، بد دیدن طاغوت، این همه عملهای قلبی و اعتقادی که متعلق به کفر بر طاغوت است. یعنی با زبان ما کفر ورزیدیم و بیان نمودیم و به قلب همچنین بغض، بدبینیش، تمنای نابود شویش، آرزوی نابود شویش، انا این است کفر ورزیدن بر طاغوت با قلب. سومین کفر ورزیدن به طاغوت با عمل، یعنی کفر ورزیدن به طاغوت با عمل، عملهایی که متعلق به کفر و به طاغوت است، عملی جوارح. ببینید این هم اولا اجتناب نمودن از طاغوت، یعنی جدا شدن طاغوت، مفارقه کردن طاغوت. مفارقه جدا شدن، دور شدن از طاغوت، اعتزال نمودن طاغوت، یعنی ترک نمودن طاغوت، مجانب از طاغوت به یک جانب دیگر رفتن و جدا شدن از طاغوت و دشمنی ظاهری به جسم کردن طاغوت و در یک مجلس هم نشست نشدن به طاغوت، در یک منطقه که طاغوت پرستی هست در همون منطقه زندگی نکردن و هجرت کردن به دیگر جای از نزد طاغوت و با جسم البته جهاد کردن ضد طاغوت، بیان کردن آشکارا و نابود کردن طاغوت. یعنی البته نابود کردن طاغوت با زبان است، با جسم است، با قلم است، با نوشتن کتاب ها، با درسگویی است، با دست است. کوشش کردن به خاطر نابودی طاغوت، پس زدن طاغوت،
همه اینها البته کفر بر طاغوت، عملهایی که متعلق به کفر بر طاغوت است و همه اینها عملهایی که الان عملهای جسمی را ذکر کردیم، اینها حقیقتی کفر ورزیدن به طاغوت را با جسم نشان میدهد و صفتهای اجتناب نمودن بر طاغوت است. در سوره زمر آیه 17 الله میگوید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، آنانی که اجتناب نموده اند از طاغوت و از پرستیدن طاغوت. الذین اجتنبوا الطاغوت، آنانی که اجتناب نموده اند از طاغوت تا اینکه بپرستند، یعنی آنانی که از طاغوت پرستی اجتناب نمودند. اجتناب معناش همین چیزهایی که ما گفتیم، هم با قول و هم با اعتقاد و هم با جسم. پس رکنی طاغوت، رکنهای طاغوت چند تا؟ 3 تاست. البته کفر بر طاغوت، اینجا معذرت میخواهم، عباره این است که رکنهای کفر ورزیدن بر طاغوت چند تا؟ 3 تاست. کفر ورزیدن بر طاغوت با قول، یکمینش. دومینش کفر ورزیدن بر طاغوت با اعتقاد. سومینش کفر ورزیدن بر طاغوت با عمل که به همه اش مثال رو ذکر نمودیم. شیخ سلیمان ابن سحمان میگویند در کتاب الدر السنیه فی الاجوبه النجدیه در مجله دهم صفحه 52 و ما این سخن شیخ رو در حلقه های اول در صفت کفر ورزیدن بر طاغوت ذکر کرده بودیم. میگویند المراد من اجتناب الطاغوت هو بغضه و عداوته بالقلب. مراد از این آیت سوره زمر آیت 17 اجتنابی که در این آیت آمده است، مراد و مقصد از اجتناب نمودن از طاغوت، اجتناب کردن طاغوت، این مراد همین است که بغض طاغوت، دشمنی با طاغوت با قلب، دشنام دادن و سبه و تقبیحه باللسان و دشنام دادن و بدیش رو بیان کردن و بد کردن با زبان و ازالته بالید و نابود کردن طاغوت با دست عند القدره، در حالت قدرت. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. اهل سنت و الجماعت نابود کردن طاغوت را به قدرت میگذارند، یعنی شرط نابود کردن طاغوت این قدرت و توانایی است. وقتی که قدرت نیست البته به نابود کردن طاغوت دست نمیزنید. عند القدره و مفارقته و جدا شدن و ترک کردن و دور شدن و اعتزال کردن طاغوت. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. هر کسی که ادعا بکند، هر کسی که دعوای اجتناب کردن طاغوت را بکند اما این عملها را بجا نآورد، یعنی رکنهای کفر ورزیدن به طاغوت را با زبان و با اعتقاد دل و با عملش انجام ندهد، پس این در کفر ورزیدنش به طاغوت صادق نیست. پس این ادعایش، این دعوایش که اجتناب از طاغوت کرده است دروغ است. در اینجا شیخ سلیمان ابن سحمان رحمه الله عملی کفر ورزیدن با دل، کفر ورزیدن بر طاغوت با زبان و کفر ورزیدن با جسم را انجام داد. مثلا بغضه و عداوته بالقلب، بغض و عداوت با دل، اینجا اعتقاد، یعنی کفر ورزیدن به طاغوت با اعتقاد. و سب و تقبیح باللسان، دشنام دادن و بد کردن طاغوت با زبان، یعنی کفر ورزیدن بر طاغوت با زبان. و ازالته بالید، و نابود کردنش با دست عند القدره، در حالت قدرتمندی. و مفارقته و ترکش و نابود شدن و هجرت کردن از نزد طاغوت، این کفر ورزیدن به طاغوت با جسم است. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده می شود که کفر ورزیدن بر طاغوت 3 رکن دارد و از 3 قسم به وجود می آید، با قلب و زبان و جسم، یا که میگیم قول، اعتقاد، عمل. از 3 جا به وجود می آید کفر ورزیدن بر طاغوت: از قلب، از زبان، از اعضای بدن و جسم، با سخن، با اعتقاد و با عمل جسم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این بود
رکنهای کفر ورزیدن بر طاغوت که بی نهایت مهم است. و این چنین برادران و خواهران بزرگوارم رحمکم الله، بدانید که کفر ورزیدن بر طاغوت اصل دارد و کمال دارد. ما همه عبادت هایی که هست اصل و کمالش را بیان میکنیم. مثلا ما 7 شرط های صحت لا اله الا الله را وقتی که شرح دادیم و بیان نمودیم در حلقه ها وجود دارد. گفتیم اولینش علم است، دومینش یقین است، سومینش صدق است، چهارمینش محبت است، پنجمینش اخلاص است، ششمینش قبول است، هفتمینش انقیاد است. گفتیم که هر یک این عبادت اصل دارد و کمال دارد. اصلش را انسان ترک کند کافر میشد، کمالش را ترک کند گناهگار میشود و کافر نمیشود. و این چنین کفر ورزیدن بر طاغوت که این یک عبادت بزرگ است اصل دارد و کمال دارد. این بمانند ایمان اصل دارد و واجبات و کمال دارد. اصل ایمان 6 چیز است: توحید، ترک شرک، الولاء والبراء، عدم الامتناع والتولی، کفر بالطاغوت و خواندن نماز و زکات. اینا اصل ایمان است. وقتی که انسان ترک کرد کافر میشد و جهل در این مسائل عذر نیست. و واجبات است و بعد از این مستحبات است. پس کفر بالطاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت هم اصل دارد و کمال دارد. یعنی اصلی کفر بر طاغوت را وقتی که انسان ترک کرد کافر میشد، اما بعضی از جزئیات، بعضی از عملهای کفر بر طاغوتی که به اصلی کفر بر طاغوت تعلق ندارد و به کمال تعلق دارد، اگر این را ترک کند کافر نمی شود. پس ترک کننده های کفر بر طاغوت، انسان هایی که کفر بر طاغوت را، این عملی بزرگ را ترک میکنند، به 2 درجه هستند. یا در 2 درجه هستند یا به 2 درجه تقسیم میشند. درجه اول انسان هایی که خودشان مسلمان میگویند اما کفر بر طاغوت را به تمام ترک میکنند. یعنی اصلی کفر بر طاغوت را ترک میکنند. اینها کافرند. اگر خود را مسلمان گویند مرتدند. شما خوب دقت بدید. این سخن را به شما هیچگاه مرجئه نمی رساند. این سخن را از صوفی، از اشعری، از ماتریدی، از جهمی، از مدخلی، از جامیه، از مرجئه ها، از حزبی ها، از رافضه ابدالابد این سخن را نمیشنید. برای که همه این فرقه های باطلی که ذکر کردیم مخالف کفر به طاغوت است. کفر بر طاغوت را به طرز صحیح، درست، چگونه که در قرآن و سنت به فهم سلف امت آمده است قبول نکرده است. این سخن را یگانه فرقه حق، ناجیه، منصوره که به شما خبر میدهد این اهل سنت و الجماعت است. میگوید هر کسانی که کفر بر طاغوت را ترک میکنند به 2 قسمت، به 2 درجه. درجه اول و قسم اول انسانی که خود را مسلمان گوید و کفر بر طاغوت را اصلش را ترک کند، به تمام کفر بر طاغوت را ترک کند، کفر بر طاغوتش اصلا نباشد، این انسان کافر است. هر کسی که خواست قبول کرد، هر کسی که این سخن را نخواست قبول نکرد و کافر است. اما حقیقت همین است. درجه دوم انسان هایی که کفر بر طاغوت را اصلش را دارند اما کمالش را ترک میکنند. یعنی اصل کفر بر طاغوت را دارد اما بعضی از کمالاتش را ترک میکند و این گناهگار است. شما سوال شاید بدید که اصل و کمال را ما چگونه فرق میگذاریم؟ اصل این است که شما یک طاغوت را فهمیدید که طاغوت است، اینا تکفیر کردید، اینا رد کردید، قبول نکردید، این اصل است. کمالش این است که یعنی مبالغه کردن در اعتزال، مبالغه کردن در اجتناب کردن طاغوت و البته دشمنی را آشکار و واضح، سخت و از شدید گرفتن، یعنی کاملا 100% به وجود آوردن در مسئله دور شدن از طاغوت
گرچند که اذیت کشد هم این عملها رو به جا آوردن، این کمال است. اما اصلش در حالتی که قدرت دارد، عملی قدرت در قدرت بوده اش رو انجام دادن. بارک الله فیکم. این بود مسئله حیاکم الله بیاکم، کفر ورزیدن بر طاغوت به اصل و کمال. یعنی فرق ما باید گذاریم. ما در این مسئله نه مثل خوارجای باشیم که تو کفر بر طاغوت رو ترک کردی بگوییم و کسی رو تکفیر بکنیم، نه مثل مرجئه باشیم که کفر بر طاغوت هیچ گپی نیست، هر کسی که ترک میکند اینا مسلمان است بگوییم. نه، ما وسط هستیم. برای همین کفر بر طاغوت اصل دارد که جایی که تکفیر کرده میشد و کفر میشد انسان، و کمال دارد. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باقی مانده از مسائل رو به شما بیان میکنیم در این موضوع. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.